گمراه بودن نه این به معنایی که مردم گمراه کنن، خودشان در راه گمراهی باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان جاهلیت هم بت نپرستیدند، عرق ننوشیدند، گناه نکردند. الله تعالی نگاه داشته بود. استاد بخشش در همین سوره الضحا، سوره صبح، آیت سوره زوها سوره صبح ترجمه نمیشد، چاشتگاه ترجمه میشد. صبح فجر است و الفجر سوره به معنای صبح است. خب در آیت 7 در زبان روسیه بسیار ادامه کردن آن نویسنده که آن نشاطی به زبون چه پیاو، یعنی بعضا اوچونیا گفتن که زبون چه آدم گمراه، آدمی که به خدا مقصد بود رو پرستش میکنه، همون رو گفته که این همین آیت پیاوی نیو باید آن نشاطی به نزنایش مقصد پیاو چه همه خیلی فرق کرده. آن نشاطی به نزنایش یعنی که این آیت خطای خیلی گپا و نادرست است. الله تعالی خطا نمیکنه. اگر تمام انس و جن یک جا جمع شد تا اینکه حرفی خطا یاد نمیاد از قرآن کریم، مراد این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آمدن دین مقدس اسلام راه راست نمیدانستن. آخر به هر یک معده و به هر یک کلام ببینید ناخونت نگیر. امروز مخصوصا از اسنای لبیک عمرتان گفتن تا موت تراشیدن ناخون نگیر، عطر نمال. یعنی هر یک این چیزا حکمت ها دارد، مقصد ها دارد. این چیزهای پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدونستن پیش از آن که پیغمبر بودن. وقتی که پیغمبر شدن راه راست الله تعالی برای ایشان فهمانید، دانانید، بیان کرد. یعنی که ما یا وقتی بوده که تو این چیزها رو نمیدونستی، الله تعالی برای تو تعلیم داد، گفته منت کرد و الله تعالی حق دارد که منت کند. معنای آیت این است که وقتی که ترجمه تحت لفظی میکند، یعنی که آیا ما تو رو گمراه نیافتیم پس ما تو رو هدایت کرده، میشه ترجمه تحت لفظش. یعنی که پیش از آن که دینی مقدس اسلام آید، پیامبر صلی الله علیه و سلم مرد عادی بودن، نه خوانده میتونستن، نه نوشته میتونستن، نه به یک مردم راه راست نشان داده میتونستن. الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را این نور را برای ایشان داد تا اینکه به مردم راهنمایی کنند. این به همین معنا است. گمراه بودن نه این به معنایی که مردم گمراه کنند، خودشان در راه گمراهی باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان جاهلیت هم بت نپرستیدند، عرق ننوشیدند، گناه نکردند. الله تعالی نگاه داشته بود. به معنای یعنی که از شریعت دور بودن، نمیدونستن شریعت، لیکن گناه نکردند. صلوات الله و سلام علیه.